به چه صورتی هست. دوم توپوگرافی که به بررسی انواع خاک و در واقع پستی و بلندی محیط و خاستگاه شهر میپردازه و در واقع نقاط ارتفاعی، دشت‌ها، جنگل‌ها، کویرها، بیابان‌ها و کلاً نقاط و عوارض جغرافیایی زمین رو نشون میده. بحث اقلیم شناسی که در واقع رکوردها و آمارهای اقلیم شناسی و هواشناسی در اون مورد بررسی قرار میگیره که از جمله اونها میتونیم به بارش، رطوبت، درجه حرارت، جهت وزش باد و غیره اشاره کنیم که همونطوری که در بحث‌های قبل اشاره کردیم از این در واقع فاکتورها و از این آمارها در مکانیابی‌ها و در برنامه ریزی برای ایجاد شهرهای هرچه بهتر و با اصول علمی‌تر استفاده میشه. مورد بعدی که در بررسی‌های فیزیکی به اون میپردازیم بحث کاربری زمین هست. کاربری زمین یا لند یوز به معنای استفاده از زمین یا استفاده از قطعات مشخص و معین شهری است که میتوان آنها را به شرح زیر طبقه بندی نمود. کاربری‌های مسکونی، کاربری‌های تجاری، کاربری‌های عمومی و نیمه عمومی، فضاهای باز و حمل و نقل که هر کدوم از اینها دوباره زیرگروه‌ها و زیربخش‌های خودش رو داره و در واقع اگر ما به بحث‌هایی که در حوزه کاربری اراضی یا کاربری زمین یا لند یوز مطرح میشه دقت بکنیم میبینیم که طیف وسیعی از کاربری‌ها مورد بررسی قرار میگیره و در واقع جایابی اونها، قرارگیری اونها نسبت به هم، بررسی ماتریس‌های مختلفی نظیر وابستگی، ظرفیت، سازگاری و مطلوبیت در مورد این کاربری‌ها و بسیاری از بحث‌های دیگه بحث‌هایی است که در رابطه با کاربری زمین در شهرها مورد توجه قرار میگیره و باید دقت کافی به اون مبذول داشته بشه و در واقع کاربری زمین قلب برنامه ریزی شهری است. از بحث‌های دیگری که در بررسی‌های فیزیکی مورد مطالعه قرار میگیره در واقع شرایط ساختمان‌ها و در واقع کالبد شهر هست. یعنی اینکه انواع ساختمان‌های شهر خواه مسکونی و خواه غیر مسکونی به چه شکلی در واقع ساخته شدند، چه کیفیتی دارند، دارای چه میزان عمر هستند و بر همین اساس هست که معمولاً نقشه‌ای تهیه میشه که عمر ساختمان‌ها و در واقع نوع ساختمان‌ها رو از نظر چند طبقه بودن، یک طبقه بودن و همینطور از نظر نوع مصالح به کار رفته در اونها و یا از نظر نوع نما مشخص میکنه که دانستن این مطلب هم در امر برنامه ریزی شهری بسیار حائز اهمیت هست و بالاخره بحث سیستم ترافیکی شهرها یا همون ارتباطات از جمله عوامل دیگری هست که در بررسی‌های فیزیکی مورد مطالعه قرار میگیره و در ارتباطات ما به حجم ترافیک، به مطالعه مبدأ و مقصد سفرها، به مطالعه تصادفات، به مطالعه و بررسی پارکینگ ها و میزان کافی بودن اونها و یا در غیر این صورت به میزان نیاز به پارکینگ ها و غیره اشاره میکنیم و همینطور روندهای ترافیکی آینده رو مورد بحث قرار میدیم. از انواع دیگر بررسی هایی که ما در بررسی های مقدماتی به اونها میپردازیم بررسی های اجتماعی است. در بررسی های اجتماعی مسئله جمعیت، مسئله مسکن، مسئله امکانات اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار میگیره. در واقع در بحث بررسی های اجتماعی
به فاکتورهای مختلف جمعیتی نظیر میزان زاد و ولد، میزان مرگ و میر، نرخ رشد جمعیت، نرخ مهاجرت و همچنین بار تکفل و هرم سنی و غیره پرداخته میشه که همونطور که میدانیم تمامی این آمارها و ارقام و بررسی در واقع این آمارهای جمعیتی و یا در واقع ثبت وقایع حیاتی به ما کمک میکنه که بتونیم ساکنین آتی شهر رو، میزان اون رو و در واقع برنامه ریزی برای اونها رو و جمعیتی رو که شهر در حال حاضر با اون مواجه هست و در آینده باید پاسخگوی نیازهای این افراد به لحاظ مسکن، به لحاظ برخورداری از خدمات عمومی، بهداشتی، آموزشی و تفریحی باشه مورد مطالعه و بررسی قرار بدیم و در واقع این حجم جمعیتی رو مشخص کنیم. از موارد دیگری که باز در ذیل بررسی‌های اجتماعی به اونها پرداخته میشه بحث مسکن هست که البته بحث مسکن از بحث ساختمان‌ها جدا هست. در بحث مسکن ما به تراکم مساکن، به تعداد افرادی که در هر مسکن سکونت دارند، به فضای سکونتی مساکن، به ارتفاع و بلندی ساختمان‌ها میپردازیم و همینطور در واقع نوع مساکن از نظر اجاره‌ای بودن، شخصی بودن و غیر مورد بررسی قرار میگیره که این هم باز به لحاظ سر و سامان دادن و نظم بخشیدن به بازار مسکن در شهرها از اهمیت حیاتی برخوردار هست. و باز یکی از بحث‌های دیگری که در ذیل در واقع بررسی‌های اجتماعی ما باید به اون بپردازیم امکانات اجتماعی است. امکانات اجتماعی شامل آموزش، بهداشت و درمان و گذران اوقات فراغت هست که در جای خود به این بحث‌ها به طور مفصل اشاره کرده ایم و در واقع فقط اینجا به این مسئله باید اشاره کنیم که در واقع میزان فضاهای آموزشی لازم، میزان مراکز بهداشتی و درمانی مناسب و همینطور میزان در واقع امکانات گذران اوقات فراغت در رابطه با تعداد جمعیت ساکن در فضاهای شهری و در واقع سرانه های هر کدوم از این نوع خدمات در رابطه با جمعیت هر شهر بسیار مهم هست و امری ضروری است که باید حتما